چه میوه‌ای ببرین از این میوه ها. یا ابوالفضل خودت را فاطمه کن. جوونی کجایی که یادت بخیر؟ حاجی تو رو خدا دنبم بذار. صبر کن خانم. استاد سعید خوش خیال داره میاد. نگاش کن معلومه که هنوز بد شده تو خیالاتش غرقه. آره استاد معلومه. چطوری سعید آقا؟ سلام اوست اکبر. سلام سعید آقای گل. چطوری بابا؟ چه خبر؟ حالت خوبه؟ خیلی تو فکری؟ نه چیزیم نیست اوستا. بسه بالاخره گنج رو پیدا کردی یا نه؟ نه هنوز نه، ولی بالاخره پیداش میکنم. امری نداریم با هم؟ نه به سلامت، خدا نگهدارت باشه. با اجازتون اوستا. آخرم دیوونه میشه. آره استاد. خب باید ببینیم که چی پیش میاد، میدونی. سلام حاجی. سلام بسر جان. رولا گنج پیدا کردی یا نه؟ نه بابا. پسر جان گنج چیه؟ به زندگی بچسب بابا. چشم آقا. ما هم شریک. این رولا خل شد. سعید آقا ما رو هم تو گنج خودت شریک کنی ها. سلام سعید، میگم که اون نقشه گنج تو به ما هم بده. نمیشه. بگم بسر. سلام علی آقا. سلام آقا سعید. سلام رضا. ببینم سعید حالت چطوره پسر جان؟ ای بد نیستم، بی زحمت 2 پیاله شیر برام بریزی. هی به روی چشم پسر. چشم اوستا. خب سعید خان بالاخره پرنده خوشبختی رو پیدا کردی بابا. بالاخره میاد علی آقا. دیشب دوباره خوابشو دیدم، اومده بود تا نشونی یه گنج رو بهم بده، ولی نمیدونم چی شد یه دفعه. خدا بگم این خروس رقیه خاتون رو چیکار کنه. درست همون وقتی که میخواستم نشونی رو بگیرم خروس قوقلی قوقو کرد و از خواب پریدم. لا اله الا الله. پسر به زندگی بچسب، از خواب و رویا بیا بیرون. زندگی چیز دیگه ایه، اونی نیست که شبا تو خواب میبینی. دست بردار پسر جان. بالاخره یه روز همه تون میفهمین که حق با منه. بذارین گنج رو پیدا کنم. انشالله که همینطور باشه، ولی پسر جان حداقل تا اون موقع بچسب به زندگی و برو دنبال یه لقمه نونه حلال. دستتون درد نکنه علی آقا. فعلا خداحافظ. آوردمش. تو که گفتی استاد با هم کار داره، پس چی شو؟ کار داره. خودش گفت میخواد راجع به پرنده خوشبختی باهات حرف بزنه. الان بیدارش میکنه. خیلی خوب. اوستا جون بلند شو. اوستا سعید اومده، بلند شو. خب اومده که اومده. اوستا سعید. اوستا چه خبرت پسر؟ یه ساعت این زنگوله در گوش من اوستا میکنی. اوستا جون سعید اومده اینجا. سلام ناصر آقا. سعید کیه؟ سلام پسر، این دواتر جمع کن ببینم. بره چشم سر. جعفر گفت با هم کار داری. من؟ با تو؟ من چی کارت دارم؟ من از کجا باید بدونم؟ جعفر بهم گفت. اوستا جنین پرنده دیگه. پرنده. آره دیگه پرنده. خب چرا نمیشینی داشت سعید؟ بشی بابا. چشم. اتفاقا داشتم خواب میدیدم. چه خوابی میدیدین اوستا؟ خب پرنده خوشبختی گفت که دیگه نزدیک. نزدیک ناصر آقا؟ خب اومدنش دیگه. میدونی سعید، ازش پرسیدم کی سراغ داشت سعید ما میای؟ گفت به همین زودی ها میرم پیشش و مشکلش حل میکن.
راست میگی ناصر آقا؟ پس نه، مگه ما با تو شوخی هم داریم بچه جان؟ اصلا مگه من همسن و سال تو هم که باهات شوخی کنم؟ عجبا، خوبی هم این جوونان نیومده، زود خودشونو گم میکنن. ببخشید ناصر آقا، منظوری نداشتم. حالا عیب نداره. پرنده خوشبختی دیگه چی بهتون گفت؟ دیگه همین، چیز دیگه نگفت. بذار ببینم. نه چیزی نگفت. وای خدای من چقدر عالی. وای یعنی به همین زودی ها پولدار میشم. وای که چه کارا باید بکنم. خب دیگه با حالا کجا میری سعید آقا؟ باش تایی دوم. خداحافظ ناصر آقا، باید برم. خداحافظ پسرم. باورش شد اوستا. آره بابا. وای چه بادی میاد. ای روزگار، چقدر باید منتظر بمونم؟ پس کی این پرنده میاد و ما را از نون خالی خوردن نجات میده؟ آخه ولی مطمئنم بالاخره میاد. همینجوری نمیمونه. بالاخره یه غذای لذیذم میخورم. همش نون باید بخورم. وای خدای من، این از کجا اومده؟ ای جان بیا اینجا، در نرو، وایسا ببینم، وایسا. بالاخره گرفتمت. چقدر کوچولویی. به نظر نمیاد که پرنده خوشبختی باشی. پرنده خوشبختی که گنجیش نمیشه. شانس منو ببین، ببین چی گیرم اومده. این اومده سراغمون. خب بذار ببینم، بالت هم که زخمی شده. خب عیبی نداره، روزی امروز ما رسید، یه شیکم سیر میخوری. آخه من با این جسه نحیفم چه گوشتی دارم که تو میخوای منو بخوری؟ خب از نون و شیر خوردن که خیلی بهتره. تو منو نخور، من در عوض 3 تا پند بهت میدم که کم از خوشبختی نداره. باشه قبوله، ولی یه شرط داره. چه شرطی؟ شرطش اینه که پند اولو وقتی توی دستت هستم میگم، دومی وقتی لب پنجره باز نشستم میگم، و سومی رو روی درخت کنار خونت میگم. باشه قبوله. حالا اولیشو بگو. خب اولیش اینه که هیچ وقت حرف محالو باور نکنی. اینم شد پند. اینو که علی آقا هم بلد بود. این کجا شبیه خوشبختیه؟ ولم کن دیگه. تازه اون همینجوری میخواست بگه من نذاشتم. حالا تو در عوض جونت اینو برام تعریف میکنی؟ اگه بهش فکر کنی و عمل کنی بد نمیبینی و خوشبخت میشی. خیلی خوب، حالا دومیشو بگو ببینم چیه. ولی من و تو با هم قول و قراری داشتیم. چه قولی چه قراری؟ شکم گرسنه که قول و قرار حالیش نمیشه. درسته که من گنجیشکم، ولی به هر حال پرندم و پرنده ها رو خوب میشناسم. بعید میدونم پرنده خوشبختی سراغ یه آدم بد قول بیاد. راست میگی.
ای بابا، آدمو مجبور میکنی به حرفت گوش کنه ها. خیلی خوب، بیا. اینم کنار پنجره. قرار بود لب پنجره باز بشینم. امان از دست تو. میدونم آخرشم از این که نخوردمت پشیمون میشم. بیا. آخیش داشتم خفه میشدم. خب بگو ببینم. ای بابا چقدر حالی، صبر کن. دوم این که برای چیزی که از دست دادی غم و غصه نخور و خودتو ملامت نکن. همین؟ پس چی فکر کردی؟ همین بود دیگه. کجا میری؟ ای بدزاد، تو خیلی ساده ای. میدونم، خودمم اینو میدونم. از کجا میدونی آقا پسر؟ از اونجایی که غذای خوبی مثل تو رو از دست دادم. نه پسر جون، نه، از اونجایی که پرنده خوشبختی رو از دست دادی. ها؟ چیو؟ پرنده خوشبختی؟ یعنی تو پرنده خوشبختی و شانس من بودی؟ وای خدای من، یعنی خواب ناصر آقا زرگر درست بود؟ ای وای، دیدی خودم رو بدبخت کردم. اگه منو میکشتی تو شکمم یه جواهر یمنی پیدا میکردی. نه میدونستم. حقمه که همه عمر بدبخت و بیچاره بمونم. حقمه که تا آخر عمر نون و شیر بخورم. تو واقعا نادونی. حق با توه. من خیلی ابله‌ام. چقدر مفت رو از دست دادم. عشقشو ببین. ولی تو قول دادی 3 تا پند بگی. میخوام پند سومتم بشنوم. پند سوم من فعلا به درد تو نمیخوره. چرا؟ تو همین الان 2 پند دیگر رو فراموش کردی. چطور ممکنه پند سوم رو برات بگم؟ نه فراموش نکردم، یادمه. تو پند اول بهت گفتم هیچ وقت حرف محالو باور نکن. تو منو تو دستت گرفتی و دیدی که کل وزن من نیم چارکم نمیشه. اون وقت چطور امکان داره یه جواهر یمنی توی شکمم باشه؟ تو پند دومم گفتم برای چیزی که از دست دادی غم و افسوس نخور. ولی تو بعد از دست دادن من قصه دار شدی. حالا چطور انتظار داری پند سومو برات بگم پسر جون؟ ولی تو به هم قول دادی. من سر قولم هستم. هر وقت تو به این 2 پند من عمل کردی من سر همین درخت میام و پند سومو برات میگم. تو باید خودتو عوض کنی. خداحافظ. مطمئن باش یه روز برای گفتن پند سوم برمیگردی، چون من میخوام عوض شم. اینو